سرخط خبرها. افغانستان در کانون توجه روسیه و پیمان امنیت جمعی. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که تحولات افغانستان برای سازمان پیمان امنیت جمعی اهمیت اساسی دارد. افغانستان الحمدلله امنیت خود داره، ثبات خود داره، نیروهای قوی امنیتی داره که تمام جغرافیا را کنترل میکنه. افزایش کمک‌های هند به افغانستان. وزارت مالیه هند اعلام کرد که بودجه کمک مالی کشورش به افغانستان از 100 کرور به 150 کرور روپیه افزایش یافته است. کالای صادراتی خود به هندوستان صادر بکنیم و کالایی که نیاز داریم بتونیم او از هندوستان دوباره وارد کنیم. هشدار از تجدید بحران در بلوچستان. زلمه خلیلزاد هشدار داد که وضعیت بلوچستان نگران کننده و بحرانی است. و اعلام آمادگی مشروط ایران برای مذاکره با امریکا. مسعود پزشکیان میگوید تهران در فضای مناسب و عاری از تهدید با واشنگتن مذاکره میکند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 14 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 3 فروری 2026 میلادی. مشروع خبر. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که افغانستان همکنون از امنیت و ثبات برخوردار است و در 5 سال گذشته هیچ تهدیدی از افغانستان علیه هیچ کشور صورت نگرفته و دلیل مطرح شدن چنین نگرانی‌ها نیز مبهم است. این در حالی است که سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده که برخی از مسائل مهم از جمله تحولات افغانستان در حال حاضر در صدر اولویت‌های این سازمان قرار دارند. گزارش از نستر نمیری. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه روسیه پیرامون نگرانی‌های امنیتی این کشور در افغانستان اعلام کرد که کشور همکنون از امنیت و ثبات برخوردار است و نیروهای امنیتی بر تمامی نقاط کشور مسلط هستند و افزود که در 5 سال گذشته هیچ تهدید از افغانستان علیه هیچ کشور صورت نگرفته و دلیل مطرح شدن چنین نگرانی‌ها برایش روشن نیست. من نمیدانم که چطور اظهار نظرم چو صورت گرفته، ولی در عموم افغانستان الحمدلله امنیت خود داره، ثبات خود داره، نیروهای قوی امنیتی داره که تمام جغرافیا را کنترل میکنه و در 4-5 سالی که امارات اسلامی افغانستان حاکم است و هیچ کشور در افغانستان کدام تهدید متوجه نشده. من نمیدانم که تشویش به اساس کدام دلیل و کدام مبنا. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که برخی از مسائل مهم از جمله تحولات افغانستان در حال حاضر در صدر اولویت‌های این سازمان قرار دارد. به گفته لاوروف تهدیدها و چالش‌های تازه در حال شکل گیری است که کشورهای عضو باید با نگاه مشترک و هماهنگ با آنها برخورد کنند. او تاکید کرد که وضعیت امنیتی در آسیای مرکزی و رویدادهای مرتبط با افغانستان بخش جدایی ناپذیر از مباحث کلیدی این سازمان به شمار می‌رود. مسائلی که در حال حاضر از مهمترین موضوعات برای سازمان پیمان امنیت جمعی به شمار می‌روند، چالش‌ها و تهدیدهای جدید هستند. منظورم وضعیت منطقه، امنیت جمعی در آسیای مرکزی و همچنین هر آن چیزی است که به آنچه در افغانستان می‌گذرد مربوط می‌شود. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه با انتشار پاسخهای خود به پرسش‌های کنفرانس مطبوعاتی سالانه وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که مسکو نقش میانجی در کاهش تنش‌ها میان پاکستان، هند و افغانستان ندارد، اما در صورت درخواست طرف‌ها آماده ارائه هر گونه همکاری است. تشویش‌های از آدرس تروریسم و گروه‌های نیابتی مسلح تروریسم که توسط استخبارات پاکستان ساخته شده و تشویش روس‌ها می است که این گروه‌های مسلح تروریسم برای ناامنی خاورمیانه و بالخصوص کشورهای شمالی افغانستان ترتیب و تنظیم ساخته شده است. پیش از این معاون وزیر دفاع روسیه در دیدار با معاون وزیر دفاع امارات اسلامی در امور استراتژی و سیاست توافق کردند که کابل و مسکو همکاری‌های نظامی را گسترش داده و راهکارهای مقابله با چالش‌های امنیتی منطقه‌ای را دنبال کنند.
هند در بودجه سالهای 2026 و 2027 خود میزان کمک‌های اختصاص یافته به افغانستان را از 11 میلیون دلار به بیش از 16 میلیون دلار افزایش داده است. سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در قطر با استقبال از این اقدام گفته که این تصمیم بیانگر تمایل مشترک افغانستان و هند برای گسترش و تحکیم روابط دوجانبه است. گزارش از الهی تاندر. در راستای تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک میان هند و افغانستان، دولت هند در بودجه خود برای سالهای 2026 و 27 میزان کمک‌های اختصاص یافته به افغانستان را از 11 میلیون دلار به بیش از 16 میلیون دلار افزایش داده است. با گزارش رسانه‌های هندی، این کمک‌ها قرار است در قالب راه‌اندازی پروژه‌های تازه با تمویل هند در افغانستان به مصرف برسد. دغه مرستې په داسې ځای کې ولګیږي چې د په لوی فابریکو باندې لوی پروژو باندې لوی هغه څه باندې ولګیږي چې دغه ولس لپاره داسې خدمات وړاندې شي چې ولس آینده کې پکې کار وکوي او دوی مرستې تکي نه ني. با این حال سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در قطر در گفتگو با رسانه‌های هندی از افزایش کمک‌های دهلی نو استقبال کرده و گفته است که این تصمیم بیانگر تمایل مشترک افغانستان و هند برای گسترش و تحکیم روابط دوجانبه می باشد. او تاکید کرده است که با ادامه روند بازسازی در افغانستان زمینه‌ها و فرصت‌های گسترده برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران هندی فراهم شده و لازم است از این ظرفیت‌ها به گونه مؤثر استفاده شود. بهترین گزینه من فکر میکنم بازارهای هندستان است، چون ما خیلی مشابهت بازار با هندستان داریم. بنابراین هر قدر که روابط بیشتر و خوبتر بشه به اون پیمانه میتونه که ما با بازارهای هندستان بیشتر دسترسی پیدا بکنیم و کالاهای صادراتی خود به هندستان صادر بکنیم و کالایی که نیاز داریم بتونیم از هندستان دوباره وارد بکنیم. د دې هیواد مرستې د افغانستان سره همیشنۍ دي او همیشنۍ وي مونږ استایو، خو زموږ حکومت ته دا پکار ده چې د هندوستان سره د دې دوستۍ ترڅنګ باید خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي، د هندوستان د مارکیټ څخه ښه استفاده وکړي، د کولی شي چې د افغانستان محصولات د هندوستان په مارکیټ کې هم ښه بازاربندونه ورته پیدا کړي. این در حال است که هند در ماه‌های اخیر علاوه بر دیگر کمک‌ها، کمک 1 میلیون دلاری در بخش درمان بیماری‌های سرطانی به افغانستان را نیز داشته است. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در امور افغانستان با اشاره به تجدید درگیری‌های اخیر در پاکستان در ایکس نوشته که وضعیت بلوچستان نگران کننده و بحرانی است. آقای خلیلزاد تاکید کرده که ساختار حاکم در پاکستان سختگیر و لجباز است و به همین دلیل عمران خان چهره سیاسی محبوب در این کشور همچنان در زندان به سر میبرد. خلیلزاد تصریح کرده که برای بیرون شدن از وضعیت بحرانی فعلی باید گام‌های مؤثر سیاسی برداشته شود. و حالا هم چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پس از تجدید نگرانی از احتمال رویارویی ایران و امریکا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از فراهمسازی زمینه مذاکره با امریکا خبر داد. آقای پزشکیان در صفحه اکس خود نگاشته که به درخواست شماری از کشورهای منطقه و برای پاسخ به پیشنهاد دونالد ترامپ به وزیر خارجه کشورش دستور داده تا در فضای مناسب و عاری از تهدید زمینه مذاکره را فراهم کند. همزمان با این رسانه‌های ترکی گزارش دادند که سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف نماینده ترامپ روز جمعه در استانبول ترکیه نشست برگزار می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در شبکه تروث سوشیال از توافق تجاری تازه با هند خبر داده و گفته که در تماس تلفنی با نریندرا مودی نخست وزیر هند درباره مسائل زیاد از جمله تجارت و پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین گفتگو کرده است. دونالد ترامپ افزوده مودی موافقت کرده که خرید نفت روسیه را متوقف می‌کند و پس از این از ایالات متحده و احتمالاً ونزوئلا خریداری خواهد کرد. بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده و هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات 2016 با شهادت دادن در یک تحقیق کانگرس درباره پرونده اپستین مجرم جنسی موافقت کردند. این موافقت پس از آن صورت گرفته که مجلس نمایندگان آمریکا یک جلسه رایگیری را برای متهم کردن این زوج به اهانت کیفری به کانگرس برنامه‌ریزی کرده بود. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد.